در مورد این منطق این آخوند بی منطق، من بعضی از خطبه‌های نهج البلاغه رو دارم، واقعا جالبه. یعنی یکی از این خطبه این است، دوستان نشون بدن. این نهج البلاغه است، ترجمه آقای محمد دشتی، این هم شناسنامش. در اینجا در کلام 93 دعونی والتمسوا غیری، در مورد علت اعتزال امام از خلافت. ببینید میگم که خلافت یک منصب الهی است، خلافت و امامتی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر ادعای شیعه از طرف الله سبحانه و تعالی اینها منصوب شدن. تصور بکنید که الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی بکنه که ای محمد بلند شو و برو مردم رو دعوت بکن به راه توحید یکتاپرستی. بعد علیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاد نه من نمیتونم، کسی دیگه باید بره، دعونی والتمسوا غیری. دقیقاً کسی که در مورد امامت اینطوری برخورد بکنه، چون امامت مثل نبوت است در نزد اینا، بلکه منصبی است بالاتر از نبوت طبق اعتقادات علمای جمعی علمای شیعه. 100% همه این اعتقاد رو دارن که منصب امامت فراتر از نبوت است. در اینجا مردم میخوان به حضرت علی بیعت بکنن. حضرت علی چی میگه؟ دعونی والتمسوا غیری، مرا رها کنید و دیگری رو برگزینید. در اینجا حضرت علی یا راست میگه یا علیاذ بالله، که ما هاشا و کلا که دروغ بگه. اما بر اساس منطق این آخونده بی منطق ما باید با اینو صحبت بکنیم. مرا رها کنید و دیگری را بپذیرید. این ارث پدر بزرگ کسی نیست که تو رو ول بکنن کسی دیگر رو بگن تو امامی، بلغ ما انزل الیک، غدیر خم و نمیدونم این همه ادعا در مورد امامت. حالا که مردم اومدن که جناب شما بفرمایید بیاید منصب خلافت و امامت رو بگیرید، دعونی والتمسوا غیری. در آخر چی میگه؟ و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، من این که وزیر شما باشم بهتر از این است که امیر شما باشم. احمد جان زوم بکنید، در آخر این چیز میگه و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، این که من علی وزیر خلفا باشم بهتر است از این که امیر باشم، یعنی خلیفه باشم. بعد اینجا که مثلا میگن نه منصب امامت که منصب دینی است، ربطی به خلافت و سیاست و این چیزا نداره. دچار تناقض میشن، میخوان فرار بکنن از چیز. خب اگر نداره چرا اینقدر به سر کلتون میزنید که آی عقد علی خورده شد، آی ابوبکر خورد، آی عمر برد، آی عثمان فلان کرد؟ خب علی هم خونه امام بود و دیگه خلافت هم دست اینا بود، چرا این همه اختلاف و کشمکش؟ نه، ادعای شما این است که خلافت، امامت یک منصب سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی، اجتماعی، همه جوانب زندگی بشر رو در بر میگیره. اینطوری ادعا میکنید و نسم از طرف الله سبحانه و تعالی. حالا که وقتش رسیده که میخوان علی رو خلیفه بکنن، بیارن در اون جایگاه اصلی قرار بدن، دعونی والتمسوا غیری انی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا. اگر بخوایم با منطق قزوینی باش صحبت بکنیم، اینا همه جای سوال داره که در اینجا مثلا باز نهج البلاغه رو خدمتتون نشون بدم از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. در اینجا ببینید در کلام 205 در اینجا چی میگه؟ والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. نص عربی فرمایشات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. میریم سراغ ترجمه این مطلب، ببینیم که آقایون چه ترجمه کردن خودشون. بله اینجا به خدا سوگند من به خلافت رغبتی نداشته و بر ولایت بر شما علاقه نشان نمیدادم و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و آن را بر من تحمیل کردید.
روزی که خلافت بر من رسید در قرآن نظر افکندم، هر دستوری که داد و هر فرمانی که فرمود پیروی کردم، به راه و رسم پیامبر اقتدا کردم. ببینید به خدا سوگند، در ترجمه خطبه 205 به خدا سوگند من به خلافت رغبتی نداشته و به ولایت بر شما علاقه نشان نمیدادم. و شما ادعا میکنید که منصب الهی است. اگر منصب الهی است چرا سیدنا علی رضی الله عنه رغبتی نداره؟ چرا سیدنا علی رضی الله عنه ولایت بر آل طلحه، زبیر، صحابه است، هر کسی که است؟ مگه قرار است ولایت بر کسانی باشه که شما هر جوری که دلتون خواست اونا رو انتخاب بکنید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بر کی برگزیده شدن به عنوان پیامبر؟ بر تعدادی از انسان‌های وارسته، دسته‌های گل که به پیامبر صلی الله علیه و سلم را استقبال کردند و دعوتش را قبول کردند؟ نه، بر یک عده انسان جاهل، بت پرست، مشرک که اونا رو دعوت کرد به سوی توحید و یکتاپرستی. خب اگر بر اساس منطق قزوینی باشه، سیدنا علی اگر در اینجا راست گفته، پس مسئله امامت زیر سوال میره. العیاذ بالله اگر امامت هست پس این العیاذ بالله دروغ است و هاشا و کلا که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دروغ بگه. یا مثلا در نامه 6 نهج البلاغه، دوستان عزیز ببینن اینو. در اینجا ببینید که این نامه 6 نهج البلاغه است. میگه که انه بایعنی قوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. بریم ترجمهشو بخونیم که الان نگن که این وهابیا اومدن و اینو اشتباه ترجمه کردن. ترجمه نامه 6: همانا کسانی با من بیعت کردند که با ابابکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند. پس آن که در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد. همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت کسی گرد آمدند و او را امام خود خواندند، خوشنودی خدا هم در آن است. در اینجا دو گزینه بیشتر نداریم. یا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه راست میگه و یقینا که راست میگه، شورا انما الشورى للمهاجرین و انصار و امرهم شورا بینهم، قرآن ذکر کرده و اینجا سیدنا علی رضی الله عنه میگه که شورا از آن مهاجرین و انصار است، یعنی اون نخبگان صحابه، اون کسانی که به پیامبر ایمان آوردن، هجرت کردن، پیامبر رو نصرت کردن، در جهاد علیه کفار شرکت کردن، یاری دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم. شورا از آن اینهاست. میگه اگر اینا جمع شدن و با کسی بیعت کردن، ببینید دوستان، پس اگر بر امامت کسی گرد آمدن، کسی رو امام خودشون تعیین کردن و او را امام خود خواندن، خوشنودی خدا در آن است. در اینجا دو گزینه بیشتر ندارید. یا علی راست میگه پس خوشنودی خدا در خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی بوده، یا علیاذ بالله باید اینجا سیدنا علی رو تکذیب بکنید. این بر اساس منطق آخوند اگر بخوایم بررسی بکنیم. تشکر میکنم از عزیزانمون. در اینجا نشون بدید لطفا این صفحه رو. اینم نهج البلاغه است، اینم شناسنامش، خطبه 134. عمر میخواد برای شرکت در جنگ با رومیان خودش بره. میاد با حضرت علی، چون اونجا گفته بود اینی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، من وزیر خلفا باشم، چون حضرت علی وزیر بود، وزیر ابوبکر، وزیر عمر، وزیر عثمان، همیشه نصیحت میکرد، در مجالسشون شرکت میکرد، بهشون مشوره میداد، مشاور ارشدشون بود. در اینجا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میاد با علی مشوره میکنه. این در کتب اهل سنت نیست، در نهج البلاغه خودتونه. خطبه 134 میاد مشوره میکنه که من در جنگ با رومیان برم یا نرم. حضرت علی چی میگه؟ خداوند به پیروان این دین وعده داده است که اسلام را سربلند و نقاط ضعیف مسلمین را جبران کند. خدایی که مسلمانان را به انگام کمی نفرات یاری کرد و آنگاه که نمیتوانستند از خود دفاع کنند از آنها دفاع کرد، اکنون زنده است و هرگز نمیمیرد. هرگاه خود به جنگ دشمن روی و با آنان روبرو گردی و آسیبی ببینی، مسلمانان تا دورترین شهرهای خود دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو کسی نیست تا بدان روی آورند.
مرد دلیری را به سوی آنان روانه کن و جنگ آزمودگان و خیرخواهان را امراه او کوچ ده. اگر خدا پیروزی داد چنان است که تو دوست داری و اگر کار دیگری مطرح شد تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهی بود. نکات مهمی که در این خطبه وجود داره، میگه که پس از تو کسی نیست تا بدان روی آورند. مسلمانان پس از تو کسی رو ندارن که بهش روی آورند. حضرت علی راست میگه یا دروغ میگه در اینجا؟ یقینا راست میگه. میگه هرگاه تو به تو آسیب ببینی مسلمانان تا دورترین شهرهای خود دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو کسی نیست تا بدان رو آورند. سبحان الله. راست یا دروغه؟ قضاوت با شماست. در آخر چی میگه؟ و اگر کار دیگری مطرح شد تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهی بود. یعنی تو مرجع مسلمانان، پناه مسلمانان هستی ای عمر. تو نرو، اگر تو کشته بشی مسلمانان پناهی و مرجعی غیر از تو ندارن. حرف کی رو باور کنیم؟ حرف علی رو یا حرف این آخوند زندیق رو که امروز میاد میگه که بین علی و عمر چنان پدر کشتگی بود که به خونم دیگه تشنه بودن. آی که این مشوره رو علی داره به کی میده؟ بر اساس منطق آخوند داره به کسی میده که پهلوی فاطمه رضی الله تعالی عنها رو شکسته، میخ در به شکمش فرو رفته، سقط جنین کرده، سیلی زده، کتک زده. بعدش هم حضرت علی رفته تو مجلس خلیفه نشسته، گفته بله عمر جان، اگر تو بری مسلمان ها بعد از تو کسی رو ندارن، تو پناهگاه ما هستی، تو مرجع مسلمان ها هستی. کی رو باور کنیم حرفشو؟ حرف علی رو باور بکنیم که مشاور ارشد عمر بوده این گونه مشوره بهش میداده، یا حرف آخوند زندیق رو باور بکنیم که امروز تخم نفاق و تفرقه رو داره در بین مسلمان ها میندازه؟ این مشوره بود در جنگ با رومیان. وقتی که میخواست در زمان سیدنا عمر میخواستن به جنگ فارس برن، به جنگ ایران، در همین نهج البلاغه دوستان نشون بدن شناسنامه‌اش در خطبه 146. من ترجمه فارسی شو براتون میخونم. میگه عمر با امیر مومنین مشورت کرد که آیا در جنگ ایران شرکت کند یا نکند. مشاور ارشد دیگه، باید باش مشوره بکنه. پاسخ چی بود؟ پیروزی و شکست اسلام به فراوانی و کمی طرفداران آن نبود. اسلام دین خداست که آن را پیروز ساخت و سپاه اوست که آن را آماده و یاری فرمود و رسید تا آنجا که باید برسد. در هر جا که لازم بود طلوع کرد و ما بر وعده پروردگار خود امیدواریم که او به وعده خود وفا می کند و سپاه خود را یاری میدهد. لشکر عمر رو میگه سپاه خداست. خطبه 146 ادامه ترجمه خطبه رو خدمتتون میخونم از نهج البلاغه آقای محمد دشتی، ترجمه محمد دشتی، صفحه 269. بعد چی میگه؟ ای عمر، جایگاه رهبر چنان ریسمانی محکم است که مهره ها را متحد ساخته به هم پیوند میداد. اگر این رشته از هم بگسلد مهره ها پراکنده و هر کدام به سوی خواهند افتاد و سپس هرگز جمع آوری نخواهند شد. عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندک اما با نعمت اسلام فراوانند. حضرت علی میگه اینا با نعمت اسلام فراوانند، آخوند میگه همه مرتد شدن ازدم. و با اتحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمند. چنان محور آسیاب جامعه را به گردش درآور و با کمک مردم جنگ را اداره کن، زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون شوی مخالفان عرب از هر سو تو را رها کرده و پیمان میشکنند، چنان که حفظ مرزهای داخل که پشت سر میگذاری مهمتر از آن باشد که در پیش روی خواهی داشت. همانا عجم اگر تو را در نبرد بنگرند گویند این ریشه عرب است، اگر آن را بریدید آسوده میگردید و همین فکر سبب فشار و تهاجمات پیاپی آنان می شود و طمع ایشان در تو بیشتر گردد. این که گفتی آنها به راه افتادند تا با مسلمانان پیکار کنند، ناخشنودی خدا از تو بیشتر و خدا در دگرگون ساختن آنچه که دوست ندارند تواناتر است. اما آنچه از فراوانی دشمن گفتی، ما در جنگ‌های گذشته با فراوانی سرباز نمی جنگیدیم، بلکه با یاری و کمک خدا مبارزه می کردیم. سبحان الله. علی نمیخواد که عمر بره در جنگ با فارس کشته بشه، در جنگ با ایرانیا کشته بشه. به عنوان مشاور عمر رضی الله تعالی عنهما. این اون روابطی است که ما داریم براش تبلیغ میکنیم.
این حقیقتی است که بین ابوبکر و بین عمر و عثمان و علی و اهل بیت و اصحاب پیامبر وجود داشته. اما آخوند کینه‌توز، آخوند تفرقه انداز شیعه میخواد بگه که نخیر، اینها نه تنها با هم دوست نبودن، نه تنها با هم رفیق نبودن، نه تنها نسبت به هم دیگه محبت نداشتن، نه تنها به هم دیگه مشوره نمیدادن، در مجالس همدیگه شرکت نمی‌کردن، بلکه با همدیگه 24 ساعت در پی این بودن چطور علیه همدیگه توطئه بکنن. همونگونه که امروز خودشون کروبی بر علیه موسوی، موسوی و کروبی بر علیه خامنه‌ای، خمینی بر علیه نمیدونم فلان، خامنه‌ای بر علیه رفسنجانی، رفسنجانی بر علیه، همین وضعیتی خودشون دارن. شیرازی بر علیه نمیدونم مکارم شیرازی، مجتبی شیرازی بر علیه فلان، نمیدونم آیت الله سیستانی بر علیه این بر علیه، همون جو کینه و عداوتی که امروز خودشون نه تنها در بین خودشون وجود داره، بلکه در بین ملت ایران و در بین مسلمانان جهان به وجود آوردن. امروز جنگ شیعه و سنی در سوریه همین نظام کثیف ایران را انداخته. جنگ شیعه و سنی در عراق همین نظام کثیف آخوندی ایران را انداخته. جنگ شیعه و سنی در افغانستان قبل از اینکه شیعیان افغانستان مهاجر بشن به ایران و برگردن با افکار ولایت فقیه، ولایت صفیح، در افغانستان جنگ شیعه و سنی نبود. در تاجیکستان یک شیعه اثناعشری شما پیدا نمی کردید 10 سال قبل. همینا رو بردن به نام مدارس احناف در گرگان و در قم و در تهران، اینا رو شیعه کردن و آوردن فرستادن. امروز دارن تخم کینه و عداوت رو در بین تاجیکا میکارن. در سنگال، در نیجریه، در یمن، در کویت، در عربستان، در امارات، در همه دنیا، هر جا که امروز مسلمان ها درگیرن، رد پای یک آخوند کثیف رو در اونجا شما پیدا میکنید که به خاطر خمس، به خاطر صیغه مسلمان ها رو به جان هم دیگه انداختن. که الله سبحانه و تعالی شر اینا رو از سر امت اسلامی دور کنه.